السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، مخلصان همیشگی کانال پیمان لایف، امیدوارم که همگی خوب و سلامت هستید. من امروز شنبه و باز ما در افیر در خدمت شماییم. باور کنید دوستان، از یک طرف همین روزی شنبه بیاد کمتر آدم هیجان زیر میکند که در کدام موضوع باید حرف زد با مردم، و دوم است یک احساسات خرسندی هم میبیاد که در کاری که از دستمون میبیاد کرده ایستادیم برای مردم، برای ملت. و انشالله که امیدواریم که خداوند همه سعی و کوشش های ما که ما و شما هم یک جایگی کرده ایستادیم با اینوبت، یعنی در نامه اعمال همه ما نوشته باشد و امیدوارم که اینا همش برای بیفایده نرود باشد، برای ملت، برای مردم یک منفعت رسانده باشیم. باور کنید دیگر دوستان، حالا دیگر سین سال هم دیگر که جوان است، از مابین از نصف عمر گویم که میگذشته است، انسان دیگر در فکر میشته است که چی کردم و از خود چی باقی میگذارم. حالا برای چی امروز این افیر رو با این حرفا صحبت میکنم؟ چون که عیناً همین شب و روزها شاید که از سبب سین سال باشد، برای خودم بسیار همین فکر در ذهنم میآید که سلیم تو در همین حیات چی کردی و از خودت چی باقی میگذاری. شاید این یک چیز طبیعی باشد دوستان، و از طرف دیگر ما که خود همین نفرانی که خودش را مخالف رژیم میداند و هر نفری که خالصانه لا به خاطر ملت و دولت و مردم کوشش میکند که خود را در جبهه سیاست میگذاریم، البته در این راه سعی کوشش میکنیم که خطاگی نکنیم. البته به کمبودی به خطاگی نمیشد و حالا اینکه حرکت میکنیم که تا کاری و کرده باشیم که خطاگی کمتر باشد و به منفعت باشد و به نیتی آخرین خود، یعنی به مقصد نهایی خود، یعنی خدمت کردن به ملت و دولت خود میسر گردیم. این هست دوستان عزیز یک کمی آن حرفایی که حالا در دلم بود میخواستم گویم. البته دوستان عزیز، پیش از آن که برنامه رو آغاز کنیم، از همه شما دعوت میکنم، از همه شما دوستان عزیز، برادران، خواهران، پدران و مادران عزیز که حالا ما رو تماشا میکنید یا بعداً این ثبت رو تماشا میکنید، از همه شما خواهش میکنم که دیگر آبونه شوید در این کانال ما. هر کسی که آبونه نشده است و اونهایی که آبونه شدن، از شما منتداری میکنم. در ابتدا چند وقت پیشتر هم گفته بودم، وقتی که ما همین کانال رو آغاز کردیم ما فکر میکردیم همین 2000 آبونه نفران آبونه باشد برای ما خیلی کار است، چون موضوعی که ما مطرح میکنیم نه اون موضوعهای هستند که اکثر به اون اعتبار دارند، چون که مردم تاجیکستانی ها اصلا گیریم از سیاست خیلی دور ماندن. در این البته سبب های هست، از یک طرف نظام خودکامگی و از طرف دیگر مجازات برای به سیاست سر کار گرفتن و از طرف دیگر مشکلات روزگار مردم را از سیاست دور کرده و ما از راه همین تحلیل ها فکر میکردم که خودم شخصا فکر میکردم که 2000 شاید آبونتی ما پیدا کنیم، اما شکر خدا از 10,000 گذشته است و امیدواریم که صفی دوستان، صفی آبونچیان بیشتر خواهد شد من بعد هم، و این همه یک دستگیری شما است، این همه یک پیام شما برای ما این است که ما از حرفهای شما، از گفته های شما دستگیری میکنیم یا طرفداری میکنیم و البته که در شرح هم کامنت هم نویسید و کسی که انتقاد میکند باور کنید با صمیمیت میگم اون انتقادها رو قبول داریم. هر کسی که انتقاد میکند اون رو ما همش یک دوست قبول داریم. البته انتقادی که بی‌غرضانه باشد، انتقادی که خالصانه باشد، اون البته به فایده کار باشد، ما اون رو نور بالای چشم قبول میکنیم. و دوستان عزیز، حالا همینجا گفتنی هستم که غیر از همین کانالی که در یوتیوب میبینید حالا ما رو تماشا دارید، ما اینچنین در تیک تاک، در اینستاگرام، در تلگرام، در فیسبوک نیست همین کانال پیمان لایف رو داریم. در آنجا نوارهای کوتاه رو میگذاریم و بعضی پست ها هم نوشته میشوند. از آنها هم لطفاً دستگیری کنید، جانبداری کنید، آبونه شوید. در آنجا ما البته یگان کس افیر نمیکند، یعنی مستقیما صحبت نمیکند، اما اون نوارهایی که حالا ما میکنیم ما در آنجا قیچی کرده، یعنی کوتاه میگذاریم.
البته مردم ما که از پی زندگی خودش از نه همه وقت دارد که 60 دقیقه شاید یک ساعت برنامه رو تماشا کنند. شاید هستند دوستان که به این چیز خیلی با جدیت با یعنی با این کار اعتبار میتونن تماشا میکنن، و اما دوستانی که سری کار و زندگی خودشان هستند آنها میتوانند در آنجا همون مغز گپ رو تماشا خواهند کنند. تیک تاک و اینستاگرام رو میتونن پیگیری کنند. و حالا در همین جا از فرصت استفاده برده من اون دوستان و اون تیم رسانه‌ای پیمان ملی تویستان رو که در این همه سمت فعالیت میبرند از نام خودم و دیگر دوستان و رهبریت پیمان از آنها میnnتداری خواهم میکنم که واقعا خدمت میکنند، خالصانه خدمت میکنند و برای مردم، برای ملت اون چیزی که از دستشون میباید همان رو و برزم اون بیشتر حرکت میکنن که به شما رسانند. همین از دوستان یک پیش سخنی که میخواستم پیش از آغاز برنامه آن را حرف زنم. اکنون دوستان میگذاریم به برنامه امروزه. البته حالا ما یک چیز که باید که خودم رو معرفی میکردم خش در زیر نوشته شده است. دوستان عزیز، من در خدمت شما هستم، برادر کوچک شما سلیم سلطانزاده، راوی همین برنامه. و ما مهمان هم داریم ان شاء الله. مهمان ما کمی دیرتر گفتم وارد میشن، یعنی برادر عزیز ما الهام جان یعقوب زاده هستند. امروز کدام موضوع ها رو ما میخوایم مطرح کنیم؟ دو موضوع رو ما انتخاب کردیم با یک جویگی دوستان. این هم باشد یکمش سفر امام علی رحمان به فرانسه. چخیل که همین ما خبر داریم هفته گذشته روز 8 و 9 ایون امام علی رحمان به شهر نیس فرانسه سفر داشت و آن هم باشد به کنفرانس سازمان ملل متحد. و بعدا موضوع دویمی که ما میخوایم اینجا بررسی کنیم این هم باشد مرگ یا شهادت یکی از زندانیان سیاسی فعال جامعه شهروندی برادر معلوم ما اکنون که حالا دیگر در زندان از دنیا گذشتن، این هم باشد اصلا گلابوف هستند. این برادر 35 ساله ما سال 2022 زندان شده بودند و حکم عمرباد گرفته بودند و متاسفانه در زندان به شهادت رسیدند. و همین دو موضوع رو ما میخوایم صحبت کنیم. و حالا میگذارم پیش از اون که مهمان وارد شوند درباره موضوع یکم میخواستم کمی خودم صحبت کنم. دوستان عزیز خود نگاه کنید. البته همچون یک مخالف حکومت امروزی تاجیکستان همین رو باید گوییم که ما مخالف نظام هستیم، مخالف سیاست ها و مخالف همون سیاست خودکامگی امام علی رحمان هستیم و هیچ این را با اون معنای نیست است که ما مخالف خود دولت تاجیکستان هستیم، خود کشور تاجیکستان باشیم. نه، این چنین نیست. یعنی ما آنهایی که دعوای مخالفت میکنیم در کدام گروه نباشیم یا در کدام حزب سازمان نباشیم، همه در یک جایگی یک عمومیت داریم، این هم باشد ما مخالف حکومت امام علی رحمان است. چون که این حکومت را ما حکومت خودکامه و حکومت جنایتکار میدانیم و از بالای این جنایت‌هایش ما ارز خود را نیز هم به دادگاه‌های لازمه رسانیدیم. این موضوع ها رو ما در گذشته صحبت کرده بودیم. اما وقتی که تاجیکستان به همچون یک دولت می رود، البته نماینده تاجیکستان این رئیس جمهور می رود برای تاجیکستان یک منفیت می آورد، ما از این جانبداری میکنیم. وقتی که تاجیکستان این عملی حکومت برای ملت فایده آور باشد و از این حتما که جانبداری میکنیم. چخیل که در گذشته درباره مثال خوب کردن رابطه هاش با همسایه کشورهایی که در آسیا مرکزی هست ما از اینجا چند تا پیشتر گفتیم و نوشتیم هم که این یک عملی نیک است، عملی خوب است، چون برای مردم سبکی میآورد. و اما حالا من میخوام چند سوال در ذهنم پیدا شد. خوش امام علی رحمان روزی همین خیلی که گفتیم 8 و 9 ایون به کشور فرانسه سفر کرد. خب این رو در عموم اون وسایل اخبار عامه داخلی و چخیل که میگیم اما پروپاگاند داخلی آنچنان پیشنهاد کردن که گویا که امام علی رحمان خیلی یک کاری بزرگ رو کرده است. خب حالا میخوام این رو تحلیل کنیم، یک با زبان عادی میخوام با شما صحبت کنم. دوستان خب امام علی رحمان سفر کرد، خب به فرانسه باشد، به امریکا باشد، به مسکو باشد،
این سفر رو او از نام ملت تاجیکستان میکند، از ملت نام مردم تاجیکستان میکند و البته نتیجه این سفر رو ما باید دانیم که به ملت چی بهبودی چی سبکی میارد. اکنون حالا به همین سفر امام علی رحمان که به فرانسه کرد، وقتی که ما خوب اعتبار میتیم برای ملت تاجیک چی آورد، چی دستاورد آورد برای ملت. گوییم که امام علی رحمان رفت فرانسه سفر کرد. من روز 8 حالا در این خود سایت پرزیدنت تاجیکستان آورده است که امام علی رحمان به فرانسه سفر کرد و در آنجا تاکید کرد درباره البته یخها گپ زد، درباره اکولوژی گپ زد. با اونجا گفته شده است که تاکید گردید که 60% پریخ‌های حوزه مرکزی در کشور تاجیکستان واقع بوده، در رشد همه ساحه‌ها و از آینده استوار منطقه نقش اساسی می‌بازد. روند تشویش‌آور آبشوی با صورت پریخ‌ها و پیامدهای خرابی‌آور آن یادآور شده. پرزیدنت کشور ما اظهار داشت که عاقبت‌های روند به اقتصادیات و اکوسیستم کشورها ضرر کلان رسانده به حیات آدمان تهدید می‌نماید. خب درست، این حرفات در عموم در وقتی که به جامعه جهانی گفته شده درست است، اما در داخل چی؟ در داخل وقتی که امام علی رحمان میبراید در جامعه جهانی میگوید که ما چنین مشکلی ها داریم، خب اما در داخل تاجیکستان که حکومت در دستش هست برای رفع کردن، برای اصلاح کردن این کمبودی ها کار نمیکند، ما چی میتوانیم خلاصه براریم؟ یعنی یک بام دو هوا است. این چی است؟ وقتی که در داخل تاجیکستان مردم از بی‌آبی رنج میبرند، مردم از بی‌برقی رنج میبرند و در بیرون میگویی که ما این مشکلی ها رو داریم و برای این باید کار کرد. درست، باید کار کرد، اما چرا کار نمیکنی در داخل؟ در داخل چرا اون مشکلی که مردم دارن حل نمیکنی؟ میگویی که یخها آب شده ایستادن. خب درست، از چی آب میشوند؟ تو میگویی در داخل دوشنبه با یعنی یک منبع گرمیدهی با انگشت و سرکار میاری و برای مردم دهات برق را نمیدی. مردم میراد برای گرم کردن خودش میراد درخت رو میبرد، دیگر کوه و چمن و دشت ها بی درخت میمونند و این البته به اکوسیستم تاثیر میکنه. درست، یعنی اینجا کمبودی حکومت است که نمیتواند مشکلی مردمش را حل کند تا مردم به اکوسیستم چخیل که خودش میگوید به اکوسیستم ضرر نآورند. خب اگر چنین باشد چرا خودت که در داخل حکومت در دست است، قدرت در دست است، غیر از آن که میبری مردم که از کمبودی ها میگویند زندان کردن، غیر از آن دیگر کاری از دست نمی آید، چرا نمیبری همین مشکلی مردم رو رفع کنی؟ حداقل گویی که در جامعه جهانی هم وقتی که از منبر سازمان ملل متحد هم برای گویی که بله ما در تاجیکستان من همین خیلی مسئله رو حل کردیم، مردم درخت نمیبرند، مردم انگشت رو دیگر خراب نمیکنه یا انگشت رو کمتر استفاده میبرن. چرا که حالا ما انگشت میگیم؟ چون که استفاده انگشت این خودش به اکولوژی به اکوسیستم به اقلیم ضرر دارد. دوستان عزیز، اینا همه ما شما خوب میدونیم. مردم که از آب نوشاکی تنقصی دارند و بعضی سازمان های اروپایی غربی میروند در تاجیکستان، در کشوری که قریب 90% چند فایدهش کوهسار است، آب بیشتری منطقه در آنجا است، پریخ‌های بیشتری منطقه در آنجا است، اما در دهه آب نیست. کشورهای غربی، سازمان‌های غربی میروند آب میبرند با مبلغ 20,000 30,000 یا فوند آقا میبرد آب برآورده میتید برای این مردم تا که آنها با آب نوشاکی تامین باشند، اما حکومت در این سطح کاری نمیکنه. چرا؟ وقتی که ما میخواهیم که یک پرابلم حل شده باشه، چرا حکومت نمیتواند پرابلم رو در داخل حل کند، اما میرود در سفر در منطقه در کشورهای دنیا میرود از کمبودی عالم گلوبالی گپ میزنه، از کمبودی خودش رو نمیگه که ما حل کردیم. چرا؟ اینجا سوال ها هست. آیا سوال پیدا میشه آیا این سفر امام علی رحمان فرزند به فرانسه به ملت تاجیکستان چی فایده آورد؟ چی فایده آورد؟ آیا او آمده یگان با مبلغ 10 میلیارد یورو یا دلار یا نمیدونم 100 میلیون دلار شرطنامه بست که برای تاجیکستان یک برای پیشرفت اقتصادیات کمک کند؟ نه، نکرده است. آیا او
با اروپا آمده یگان شرطنامه خیلی مهم با امضا رساند که آینده تواند صاحبکاران تاجیک در بازارهای اروپا بیایند تجارت کنند. آیا او این کار را کرد؟ نه، نکرده. آیا توانید امام الرحمن با فرانسه آمده با حکومت همین فرانسه فرزند یک قرارداد امضا رساند که همین کشور رئیس رود در تاجیکستان سرمایه گذاری کند که اقتدارش را دارد؟ چون که در ازبکستان میکند، در قزاقستان میکند. آیا در تاجیکستان سرمایه گذاری میکند؟ نه. چرا امام الرحمن میآید در این 10 ساله آخر از منبر سازمان ملل متحد درباره یخ میگوید، درباره آب میگوید، درباره اقلیم میگوید، برای ملت چیزی به منفعت نمیآورد. اما این همه سفرها که از بودجه کشور با هواپیمای که با پول ملت خریده شده است انجام داده می شود، برای مردم یک سامانی درآمد میآورند یا نه؟ من باور دارم که نه، نمیآورند. چرا؟ چون که امام الرحمن این همه سفرها را تنها برای خود نمایشدهی، تنها برای آن انجام میرساند که تو با ملت تاجیک، در آنهایی که در داخل تاجیکستان هستند، نشان دهد که من هستم، سیاست من درست است و کشورهای دیگر مرا دعوت دارند. تنها برای خود سفید کنی، برای اون جنایت هایی که بالای مردم کرده است، بالای ملت کرده است، آن را میبیارد سفید میکند. میگوید که من فعالیت سیاسی من درست است و این سبب مرا مثال میبرد مکرون دعوت میکند یا میبرد اونجا یک سازمان ملل دعوت میکند یا یک کشور دیگر دعوت میکند. دوستان عزیز، مردم عزیز، شما باید واقعا هوشیار باشید، واقعا زیرک باشید و به یگان تبلیغات حکومتی داده نشود که من امام الرحمن رفت فرانسه یا رفت نیویورک یا رفت رستم امامی رفت نیویورک یا مسکو. یعنی این همه نشان اون است که آنها را در اینجا خیلی بالا میبردارند. نه دوستان، باور کنید حالا بعضی از همین سیاستمداران غربی نمیدونن که رحمانوف کی است و تاجیکستان کجا است. واقعا این همین است، این یگان چیزی پنهان میکردگیش نیست. اونی که امام الرحمن رو در اینجا دعوت میکنم، من وقتی رویخط نفرهایی که در همین سفر آخرین رحمت در همین کنفرانس خواندم و تماشا کردم کیها بودند، یعنی تحلیل کردم، اکثری مهمانان سروزیران بودند، یعنی یا وزیران کارهای خارجی بودند یا سفیران بودند. امام الرحمن در این کنفرانس در قطار سفیران و سروزیران اشتراک کرد. کم رئیس جمهوران در اینجا بودند. تنها همونها از راهبران حکومت ها تنها همونهایی بودند که دیگر چی میگوید حال در شب و روز از خدا دعا میکردن که یگان جا مرا دعوت کنه تا من روم، به همین ماننده. یعنی امام الرحمن دو گوشش چور بود تا او را به گوشه دعوت کنه و علل خصوص به اروپا که تا او تواند اونجا سفر کند، با بهانه در کار بود تا سفر کند و اون بهانه پیدا شد. اما حالا اینجا دوست برادر ما الهام جان هم وارد شدند. سلام علیکم آقا الهام جان. و علیکم السلام و رحمت الله. آواز من میاد؟ صداتون هست و کامراتون کمتر بالا میکنید چون که نزدیک به دیگر بالا نمیخواد، اساس شد، نقص شد. صداتون خوب. شما درستی؟ سلامتون نازمی؟ خوب، رحمت، سلامت باشید. سلامت باشید. حالا اینجا من تماشابینا با گفته صدا بدم که ما دو موضوع مطرح میکنیم. یکمش سفر امام الرحمن با فرانسه که روزه همین 6م 7م سال 8م 9م ایون بوده است سفر کرد. و دویم موضوعی که ما میخواستیم صحبت کنیم این هم مرگ زندانی در زندان تاجیکستان و اون هم نفری که به یک حکم ابد محکوم شده بود با یک دادگاه ناعادلانه. حاضر اکای جان، من همین درباره سفر امام الرحمن گفته ایستاده بودم. اگر در همین باره یگان گفتنی داشته باشید مرحمت، یا اگر بسیار حرفایش خوب شما دوام دید، ان شاء الله من بعد همراه میشم آخرش با. بله شما همینجا باشید، دور نروید نباشد. با بعد پیدا کردن مشکل میشه شما. دوستان عزیز همینجا حالا همین درباره سفر امام الرحمن گفته بودیم. یعنی دو روز امام الرحمن با تمام تیم حکومتش آمد یک کشور. تصور کنید این همه مبلغ میخواد، این همه سفر، جای خوابن دیگر و دیگر، چخیل که سال گذشته یا
بیشتر از اون با ریم هم سفر کرده بود امام علی رحمان و در این سفرش یک مهمانخانه یک لخت مهمانخانه که خطا نکنم از 5 یا 6 آشیانه عبارت است و دیگر توریست ها میآیند اونجا مثال استراحت میکنند. یک مهمانخانه را این تیم حکومت تاجیکستان یک لخت با تمام 5 6 اتاژش یعنی برون کرده است، یعنی که بند کرده بوده است و هیچ یک از توریستا یا که مهمانان دیگر در اون مهمانخانه نبودند. از روی خود معلومات هایی که مردم یا همون کارشناسای ایتالیایی این را پیشنهاد کردند و معلوم میشد که این تمام یک هتل مهمانخانه 5 ستاره دار در دوام چند روز در اختیار امام علی رحمان و تیمش بود و البته مبلغش رو کی میسپرد؟ مبلغش رو هیچ وقت رستم امام علی از کیسه‌اش نمیتید یا اسماعیل دیگر نبیرش از کیسه‌اش نمیتید. این رو من شما این مردم تاجیک که در مهاجرت هستند و دهقانی میکنند، صاحب کاری میکنند، طبیب هستند، معلم هستید، حالا هر کسی نباشه در تاجیکستان فعالیت میبرید و برای خزینه یعنی برای بودجت مبلغ میسپرید، پولش رو شما پرداخت کردید دوستان. پول همون گسیسه که یا همون هتلی که 5 ستاره دار که در دوام گریم 5 6 روز در اختیار یک تیم کلان رحمان و خانواده‌اش و تیم همراهانش بود. این از دوستان یعنی مبلغ بودجه به کجا میرود؟ یعنی این سفرهای امام علی رحمان برای ملت در نتیجه یک سامانی هم فایده نمیاره. چرا؟ چون این همه یک با گفت روسا حالا میبخشتم پکزوخ است، یعنی میبرد خودش رو نشان میدهد و میبیاد به این یک بهانه میشد برای مبلغانش در داخل که تبلیغ کنه که من امام علی رحمان رو ایتالیا دعوت کردن، امام علی رحمان رو ماکرون دعوت کرد و خیلی آدمی مهم است، آدمی زور است و به این یگان نشست سازمان نمیگذارد و این هم در هر یک سازمان میرد اول درباره اکولوژی گپ میزند، درباره اون پرابلم گپ میزند که همون پرابلم در کشور در دست خودش است حل فصلش، اما حل نمیکنه. این از دوستان این یک تحلیل سفر امام علی رحمان به خارج، یعنی وقتی که ما میبینیم همسایه کشورها رو مثل ازبکستان رو مثل سفر رئیس جمهوری قزاقستان رو آنها میرن به یک کشور سفر میکنن و در نتیجه اش میلیاردها دلار سازشنامه میبندند و میلیاردها یورو سازشنامه میبندند و اون کشورهایی که سفر کردن آنها مبلغ گذاری میکنن به کشور، به همون ازبکستان از قزاقستان از مبلغ گذاری میکنن. مقصد رئیس جمهور همین است که تا مبلغ رو بیارد، اینوستیسیا سرمایه گذار رو بیارد به تاجیکستان، اما امام علی رحمان فقط خراجات میکند، میرد خراجات میکند و چیزی به تاجیکستان نمیارد. آخرین چیزی که امام علی رحمان به تاجیکستان آورد سال خطا نکنم 2021 است یا بیشتر، وقتی که به فرانسه سفر کرده بود در همون وقت 5 چرخبال 5 دانه چرخبال خریداری کردند از فرانسه و اون 5 چرخبال رفت در خدمت حسن اسدالله زاده ماند و حالا این فرانسوی ها یا خارجی هایی که به تاجیکستان برای شکار میروند، شکار در کوه ها شکار میکنند، از همون چرخبال استفاده میبرن و اون چرخبال مبلغ کلان میسپارند برای شکارشان و از این چرخبال کی منفعت میبرد؟ باز هم اما خانواده امام علی رحمان. نه شما معلم عزیز که ما رو تماشا دارید، نه شما دختر محترم که ما رو تماشا دارید، نه تو برادر دهقان که کلان در دست است ما رو تماشا دارید. از این سفرهای امام علی رحمان شما فایده نمیبینید، این رو فراموش نکنید. و وقتی که تلویزیون تاجیکستان تبلیغ میکند که پیشوای ملت فلان کار، پیشوای ملت فلان کار، شما دانید که این همه کارا فقط برای رکلامه است، دیگر هیچی، نول رزولتات نول. همینجا من نقطه میگذارم به این سفر، چون که سفرهای امام علی رحمان رو همش تحلیل کنیم در آخر میشود نول. و همین دوستان حالا میگذاریم به موضوعی که خیلی مهم است و اینا برای همین موضوع اکو الهام جان رو دعوت کردیم. اکو الهام جان. بله. درباره سفر امام علی رحمان فهم که به فرانسه انجام داد در آخر صحبت شما گپ زدیم، صحبت دیگر کنیم یا هر چی که شما خواهید. با موضوع زندانی آماده هستم، اگر شما خواهید که در این باره چیزی گفتن خواهید مرحمت. بله با سلام علیکم تماشاگران عزیز و سلام علیکم برادر گرامی. سلیم جان بار دیگر شما رو و
مشاوران شما در این برنامه شما خوش آمد میگویم و تشکر از شما اظهار میکنم که ما رو هم دعوت کردید و واقعا موضوعی که شما انتخاب کردید خیلی موضوع مهم است، به خاطر آنکه ما و شما و چندین مسلمان شما خواهیم نخواهیم وقتی که رئیس جمهور به یک کشور دیگر سفر میکند اون رو نتیجه گیری میکنیم، پیگیری میکنیم و بسیاری ها پیگیری میکنند و میخونیم و من هم مثل دیگرها پیگیری کردم، اگر چندی خیلی معلومات ها کم بود و امام علی رحمانوف هم خوشبختانه یا بدبختانه سفر خودش رو پنهان کرد، چون در همون روز سفرش مردم و ملت تاجیک خبر یافت که به کشور فرانسه سفر میکرده است و اون هم یک سفری عادی است البته، ولی حکومت جمهوری تاجیکستان چون همیشه از این خیلی واهمه ها و بردها رو تراشیدند، به هر حال هرچی نباشد من خیلی برای یک چیزش حیران شدم و خیلی هم یک چیزی خندآور بود که همین کنفرانس درباره اقلیم، اقیانوس و اداره‌کنی آب بود. یعنی امام علی رحمانوف را به کنفرانس دعوت کردند که محض برای اداره‌کنی آب بود، چون جمهوری تاجیکستان واقعا 60% آب‌های آفه مرکزی در تاجیکستان هست و واقعا درست است که مثلا باید رئیس جمهور یا سروزیر یا یک مسئول از حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک میکرد، چون تاجیکستان واقعا در یک موقع جایگیر است که به همین کنفرانس مطابقت میکند، هم پریخ‌های زیاد دارد و هم چخیلی گفتیم 60% ذخیره آب آسیای مرکزی در تاجیکستان هست. ولی وقتی که من همین درباره این کنفرانس پیگیری کردم، یک چیز عجایبش این بود که مثل همین ضرب مسئله تاجیکان یک ضرب مثال دارد که خود آش پخته نمیتوانی ولی مثلا به دیگران یا چی میکنی به دیگران یاد میدهی و خود شوربا پخته نمیتونی ولی آشپزی را به دیگران یاد میدهی. همین طرز مثلا همین ضرب مثال به همین هوش من به ذهن من همین ضرب مثال آمد، یعنی خود شوربا پخته نمیتونی اما آشپزی را برای دیگران یاد میدهی. یعنی به همین معنا در همون کنفرانس بیچاره امام رحمانوف دعوت شده است، چون اداره کردن آب در تاجیکستان تماما وجود ندارد. آبی که در تاجیکستان هست تماما اداره نمی شود و شما ببینید که حتی در مرکز پایتخت کشورمان آب تازه وجود ندارد و چقدر برای آب تازه کردن در همین حجره ها یعنی بحث و تلاش ها شده بود و تا حال وقتی که ما خبردار شدیم تا حال همون آب لایقه یا آب چریکنی که در پایتخت است تا حال وجود داشته بود. یعنی به یک کنفرانس دعوت کرد که حداقل همون مطابقت همون مسئول یا همون شخصیت ها یا همون واقعا اگر متخصص باشد خوب میشد دعوت کردن یک چیزی عجایب نمیشد، ولی که خودش متخصص نیست و تماما در جمهوری تاجیکستان آب اداره نمی شود، ولی دعوت کردن یک نفری که تماما به این ساحه علاقمندیش ندارد و تماما تجربه ندارد خیلی عجایبات و عجیب بود. اما حکومت جمهوری تاجیکستان مثل پیشتره از این یک فایده برد خیلی کلان میگیرد. امام رحمان خیلی از این چون نیاز دارد به این سفرها رو انجام دهد، نیاز دارد به مناسبت های بین المللی و از این جهت خیلی اشتیاقمند بود که خودش به همین کنفرانس اشتراک کند، سخنرانی کند و خودش رو تبلیغ و تشویق بکند و برای همین خیلی که شما هم گفتید مثلا در از کشورهای دیگر اگر در همین سطح بالا سروزیر آمده باشد از کشور تاجیکستان رئیس جمهور اشتراک کرده است و از همین هم معلوم است که خود امام رحمانوف میخواهد که خودش را در همین کشورها تبلیغ کند و یک نیاز به همین پادشکا یا حمایت بین المللی دارد و به خاطر همین هم در این کنفرانس هایی که اصلا مثلا خود رحمانوف اشتراک کردنش تماما ممکن نیست یا شاید یک مسئول دیگر هم اشتراک کرده میتواند او رو مثلا نفرستاده است و خودش به این کنفرانس اشتراک کرده است و واقعا شما حرفای درست هم گفتید که از این اشتراک کردن کنفرانس یا سفر به
фаронса ягон натиҷа барои мардум ва миллат нест. Воқеан на масъалаи об дар Тоҷикистон ҳал шуд, на масъалаи пиряхт дар Тоҷикистон ҳал шуд, на масалан сармоя ба Тоҷикистон рехт ва на ягон масъалаҳои дигар шуд. ва дурустам шумо гуфтед ки соли 2019 Эмомалӣ Раҳмонов ҳамон 4 чархболе ки рафт бо Фаронса шартнома баст ва хеле хандовар аст ки ин 4 чархболро манам ва шумо ҳам метавонистед ки бо ҳамон ҳукумати Фаронса ё бо ҳамон тоҷироне ки ба ҳамин кор рабт дорад ё заводе ки ҳамин чархболҳоро истеҳсол мекунад, як тоҷири дигар ҳам метавонад бо онҳо созишнома бандад барои Тоҷикистон 4 не 40 ё 400 чархболам харида метавонад фирстад. Ба ин зарурат надорад ки раиси ҷумҳур ба хотири 4 чархбол харидан аз ҳамон ҷа пули миллат ва мардумро сарф кунад, бо тамоми тим ва чандин хизматгору ёрдамчош вориди ҳамин кор шавад ва миллионҳо сомониро ба хотири сафараш сарф кунад ва 4 чархбалро ҳатто ҳамнам бепул нест, она бо пули мардум ва пули бюджетро бидиҳӣ ва 4 чархбалро гирифта барои ниёзҳои оилаи худ ва ниёзҳои баъзе кормандони худ истифода барӣ. Хулоса ин сафарҳо ҳеҷ натиҷа намедиҳад. Беҳтар аст ки аз ин сафарҳо ҳамон пули маблағ дар Тоҷикистон бошад ва ҳамон пуле ки ба ҳамин сафарҳо сарф мешавад барои идора кардани об, барои беҳтар кардани сатҳи зиндагии мардум ва ё сатҳи ҳамон обе ки имрӯз конфронс дар бораи ҳамон вобаста буд беҳтар шавад, хубтар буд. Аммо хеле ки на танҳо ин худи Эмомалӣ Раҳмонов, ҳатто кишварҳои худкома, кишварҳои мисли ҳамин Тоҷикистон диктатурӣ ки хеле масалан сафарҳои хориҷшон хеле кам аст, аз ин конфронсҳо бештар истифода мебарад. Ҳар конфронсҳое ки мешавад, конфронсҳое ки дар созмонҳои Милали Муттаҳид ё конфронсҳои Иттиҳоди Урупо ташкил мекунад дар ҳар мавзӯъ, мавзӯи об, мавзӯи пирях, мавзӯи кӯҳ, мавзӯи замин ё ҳар мавзӯе ки ҳаст дар кишварҳои худкома, ҳамин раисҷумҳурҳои ҳамин кишварҳо иштирок мекунад. Хулоса суҳбати мана ҳамин аст, хулоса кунам ва хеле ки дар аввали ҳарфамам гуфтам, хеле аҷоибаш ҳамин буд ки инсоне ки худаш шӯрбо пухта наметавонад, ошпазиро барои дигарон ёд додан ба рафтааст. Яъне ман ҳамин масалан мақоли мардум ба ёдам омад. Вақте худат масалан идора кардани об наметавонӣ, чӣ меравӣ дар конфронс меравӣ масалан дар бораи об, идора кардани об суҳбат мекунӣ, дар ҳоле ки ҳамин мушкилот дар Тоҷикистон авҷу фавҷаш ҳаст. дар ҷои мо мегӯянд худаш туппа бурида наметавонад, ба дигарон угробуриро ёд метиҳад. Бале, мисли ҳамин аст. Ин акун акои Илҳомҷон, ба назари ман яке аз сабабҳое ки Эмомалӣ Раҳмонро ба ин хел конфронсҳо даъват мекунад, чунки хуб аст ё бад аст, Эмомалӣ Раҳмон статуси наҷотдиҳандаи сайёраро дорад ва ин роҳбарони дигар кишварҳо, роҳбарони Созмони Милал ё ки роҳбари Фаронса фикр кард ки Эмомалӣ Раҳмон чун наҷотдиҳанда ҳастааст, дигар сайёраро наҷот диҳад, бояд вазифаш аст уқёнусро наҷот диҳад, яхҳоро наҷот диҳад ва ба ҳамин сабаб ӯро даъват карданд то наҷотдиҳанда вазифаашро иҷро кунад. Ва Эмомалӣ Раҳмон ки ин унвонро дорад, бояд ки даст ба кор шавад, остинро барзанаду равад уқёнусро тоза кунад. Эмомалӣ Раҳмон дигар навбати ту аст. Хайр, дӯстони азиз, бовар кунед як дақиқаи дигар, ҳамун дар аввали барноматон шумо ҳам гуфтед ки агар ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бигзор Эмомалӣ Раҳмонов як кори хубе мекунад, мо бо тамоми масалан вуҷудамо онро дастгирӣ мекунем, таблиғ мекунем, ташаккур арз мекунем. Агар ҳамин унвоне ки наҷотгари сайёра асту агар уқёнуса наҷот диҳад, агар пиряхҳоро наҷот диҳад, бовар кунед мо бо ду дасти адаб, бо тамоми забони бурро ӯро таблиғ мекунем ва ифтихорам мекунем ки масалан уқёнуси ҷаҳонро масалан наҷот додааст. тамоми кӯшиши Эмомалӣ Раҳмон танҳо наҷот додани ҳукумати худаш аст, наҷот додани ҳукумати хонаводаги худаш аст. Тамоми кӯшишҳояш 99.9% кӯшишҳояш танҳо барои мустаҳкам кардани қудрати худаш ва мустаҳкам кардани ҳукумати хонаводаги худаш аст. дар ин ман шак надорам. хуш, акои Илҳомҷон, бо иҷозатон ба мавзӯи дуюми худамо гузарем.
بله. мавзӯи мо инам ҳаст аст ки дӯстони азиз рӯзи 9 июн шаби 9 июн яке аз зиндониёни сиёсии Аслан Гулобов 35 сола дар зиндон даргузашт. ин нафар худаш сокини шаҳри Хоруг аст ва соли 2022 ба ҷурми куштори генерал Абдулло Назаров ки соли 2012 шуда гузашта буд. ҳоло он худи куштори ин генерал зери савол аст ки онро кӣ кард, дасти кори кӣ буд, чунки айнан ҳамин кушторро роҳандозӣ кардан Абдулло Назаровро ва баъд аз ин ҳуҷум болои шаҳри Хоруг сар шуд, яъне бурданду болои мардум тиру танку тӯпро бурданду аз ҳамон яке аз аламҳое ки дар замони ҷанги шаҳрвандӣ болои фронти халқӣ монда буд сар кардан, қасдашонро гирифтанро ва то имрӯз давом мекунад. ва айнан ин бародарро бо ҳамон муттаҳам кардан бо қатли ин генерал ва соли 2022 бурдан зиндон кардан ва инро бинед ки бечора дигар дар зиндон ҳоло даргузашт. ғайр аз худаш ин Аслан Гулобов бародараш яъне бародарзодааш гӯем Ниёзшоҳ Гулобов ҳам бо ҳукми абад дар зиндон қарор дорад. ин ҳам зиндони сиёсӣ аст ва як бародари дигараш Азим Гулобов 18 сол ҳукм гирифтааст, ӯ ҳам дар зиндон қарор дорад. ва дар ҳамин зиндоне ки ин Аслан Гулобов аз дунё гузашт, моҳи январи ибтидои ҳамин сол моҳи январ Қулмамад Паллаев ном зиндони сиёсӣ, ӯ ҳам аз мардуми Бадахшон, аз мардуми Хоруг, ӯ дар ҳамон ҷо вафот карда буд, ба шаҳодат расида буд. ин маълумоте ки дар расонаҳо ҳастааст ва ҳама метавонед инро дар расона пайдо кунад. яъне яке аз сабабҳое ки хеле мардум ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ мегӯянд ки дар Помир дар вилояти мухтари Кӯҳистони Бадахшон геноцид рафта истодааст. як мисолаш ҳамин аст ки аз як хонавода 3 нафар 4 нафар дар зиндон ҳастанд, ҳадди ақал 2 нафарашон дар ҳукми абад қарор доранд. ин хеле даҳшатнок аст. ҳоло акои Илҳомҷон, пеш аз ин ҳарфҳо бо шумо саволҷавоб кардам, ман аз номи худам ва аз номи дигар дӯстон ба хонаводаи ин марҳум шаҳид Гулобов Аслан ҳамдардии худам ва дӯстонро ва умуман роҳбариятро мерасонам. худованд шаҳодати бародарро қабул карда бошад. ва ҳоло акои Илҳомҷон, лутфан мегуфтед ки чаро дар Тоҷикистон чунин рух метавад, чаро зиндониён дар зиндон мемуранд, чӣ гап аст худаш, вазъи зиндониён чӣ аст? Тоҷикистон кишварест ки солҳост ҳуқуқи инсон дар он бо баҳтарин шева поймол мешавад ва шиканҷа дар зиндонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо таври маъмулӣ оддӣ гардидааст ва дар хеле ки ҳамаи мо медонем, ҳамеша на танҳо худи расонаҳои Тоҷикистон ё созмонҳои тоҷик, агарчанде камшава, вале созмонҳои байналмилал, мақомотҳои масалан ғайридавлатӣ хеле аз шиканҷа, бадрафторӣ дар зиндонҳои Тоҷикистон гузориш медиҳанд ва воқеан дида истодем ки дар ҳамин шиканҷа дар Тоҷикистон ба як амри маъмулӣ оддӣ табдил ёфтааст. ҳеҷ кас тақрибан масалан то ҳамин дараҷа оварда расонданд ки ҳеҷ кас барои ҳамин шиканҷа шудани зиндониҳо ки худашон ниёзманд ҳастанд, худашон аллакай аз озодӣ маҳрум шудааст, ки хеле масалан бадбин аст, бо дар ҳамин зиндон шиканҷа мекунад, тақрибан ҳеҷ кас аҳамият намедиҳад, ба хотири он ки ҳамин масалан масъаларо, шиканҷаро ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба як амри маъмулӣ масалан оддӣ табдил додааст. аз бисёр карданаше барои мардум як чизи оддӣ шуда мондааст. Воқеан як даҳшат аст. дар ҳоли ҳозир худи Тоҷикистон дар як фазои зулму террор масалан қарор дорад ва ба сар мебарад ва ба мисли ҳамун даврони Сталин ҳамеша вақте ки дар зиндон шиканҷа мешавад, қатлу куштор дар зиндонҳои Тоҷикистон анҷом мешавад, ҳамун даврони Сталин ки мо чун масалан дар Иттиҳоди Шӯравӣ мо зиндагӣ кардем ва ҳамеша даврони ҳамун давраи Сталинро мо дар хотир аз таъриху аз ин чизҳо бахабар ҳастем ва Сталин ки будашро мешиносем. Воқеан агар мо ҳамин таърихро нигоҳ кунем, дар даврони Сталин масалан бузургони мо, зиёёни мо, мутафаккирони мо, донишмандони мо дар ҳамун репрессии сталинӣ мисли ҳамине ки ҳамин рӯз анҷом шудааст ва Эмомалӣ Раҳмонов ҳамин корҳоро бо
متفکران زیایون ما انجام داده شده است و در زندان ها میکشد. در دوران استالین هم همین کار مثلا میشد، اگرچه که حالی خیلی زیاد شده است. برعکس از دوران استالین یا از دوره استالین هم در همین روزه مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان بیشتر شده است. مثلا شیرین شاه تیمور، نصرتالله مخزوم، صدر ضیا، صادق هدایت، فطرت، مثلا شریف جان مخدوم، عبدالقادر محیدین زاده، فضلالدین محسن زاده، میرزا عبدالواحد که با تخلص منظم مثلا معروف بود سالهای 1930-37. همین مثلا متفکران تاجیک، همین بزرگان ما و زیایان ما، همین ها در دوره همون در دوره رپرسیه، آنهایی که واقعا فکر آزاد داشتند، خیلی گفتم برای حیات تاجیکان، برای آزادی تاجیکستان و برای پیشرفت تاجیکستان فعالیت کار میکردن، همین ها رو با همین روزه گناه زیر ناخنک دشمنان ملت جاسوس گفته در همون دور همین ها رو به قتل میرسوندند، میپرانیدند و یا نابود میکردند. و امام رحمانوف هم از همون سیستم که به وجود آمده است و همون سیستم بزرگ شده است و در همون سیستم کار کرده است، حالا در تاجیکستان هم همین فضا را ساخته است. ظلم و ترور در خود تاجیکستان و در زندان ها، قتل و کشتار، نابود کردن و دیگرها رو با بهانه مثلا دشمن ملت، خائن ملت و جاسوس گفته یا افراطگرا گفته بیشتر، حالا به زندان میکشند و در اونجا همین بزرگان ما، متفکران ما و آزاداندیشان ما رو نابود میکنند. حالا ما درباره اصلا گلوب واقعا حرف میزنیم، ولی تا اصلا گلوب نگاه کنید که 2-3 سال اخیر زیاد از 10 نفر بیشتر بزرگان ما، شخصیت های نامی و میبخشید گفتم میبرم، میبخشید. حالا در حال این سخن گفتی استادید در ذهن تماشابین البته همین سوال پیدا میشد از این حرفای شما که عذرا گفتن بریدم، گفتن گم نکنید. بله تاریخ گفتی چخیل که نشان داده، تاریخ نشان میدهد که استالین این رپرسیون رو کرد و در نتیجه امروز ما همه اون رو محکوم میکنیم، مردم محکوم میکنند. امام علی رحمان این رو خوب میداند، تاریخ رو خوب میداند که مثال استالین در نتیجه همین رپرسیون در تاریخ با نامش همچون یک جلاد باقی ماند. حالا امروز خودش چرا از تاریخ درس نمیگیرد و عیناً همون کارهای رپرسی رو، یعنی شکنجه و عذاب و عقوبت و قتل مردم رو دوام داده ایستاده؟ به خاطر چی این کار رو میکند؟ او آیا میخواد در تاریخ نامش با نام یک جلاد، با نام یک قاتل بماند یا دیگر مقصد دارد؟ بله، همین وقتی که من همین سوال به خودم هم جستجو کردم که چرا مثلا همین دیکتاتورها یا خودکامه ها از یک خودکامه دیگر از تاریخ مثلا عبرت نمیگیرد، بیشتر به همین چیز توجه کردم و به همین خلاصه آمدم که همین دیکتاتورها در فکر خودش، در نظر خودش میگفتند که من بهتر از این کار فعالیت میکنم، بهتر از این کار انجام میدم که از مردم پنهان میموند و مردم مثلا برعکس مثلا همین چیزها رو پنهان میکنم و یک کار انجام میدم که در نظر مردم این خوب مینماید و مرا مثلا مثل همونها در آینده جلاد نمیگویند و بیشتر برای همین آنها از تاریخ اینها عبرت هم نمیگیرند و فکر میکنند که مثلا بیشتر و خوبتر از اونها کار و فعالیت میکنند و یک جنبه خوبشون نشان میدهند و زندگی مردم رو خوبتر میکنند و اون کمبودی هایی که و اون کشتار و قتل که در برابر این انجام داده است و این خوبی هایی که گویا که کرده ایستاده است و این گرد و اطرافی که در همین خودکامه ها جمع می شود و تعریف و توصیف میکنند و فکر میکنند که این جنبهش مثلا برای مردم معلوم شده است، چون تبلیغات در تلویزیون ها و رادیوی تاجیکستان یا در همین کشورها همیشه از بهبودی کشور، از مثلا سول دوست بودن همون دیکتاتور یا مثلا انسان دوست بودن و ملت دوست بودن و مثلا تاریخ دوست بودن، همین که مثلا 24 ساعت تبلیغ می شود و همین خود دیکتاتور فکر میکند که مثلا واقعا من یک انسانی هستم که خیلی خوبی ها برای ملت کردم و این خوبی هایی که بعد 24 ساعت همیشه از تلویزیون و از رادیو از گرد و اطرافش میشنود و این مصیبت و این قتل و کشتاری که خودش انجام میدهد و خودش سپارش میدهد در نظرش هیچ نموده است و در همین نظرش چیزی که گفتم همین میگه که و او همین کار انجام داده نتونست.
یعنی وهو дар назди халқ фақат ҳамун ҷанбаи масалан бадиҳош хеле маъруф шуду ва мардум аз ҳамин ёд кардан. ман ҳамин кор анҷом медиҳам ки 24 соат маро масалан ҳамчун як миллатдӯсту сулдӯст таблиғу ташвиқ мекунанд ва ин масалан ҷанбаи хубоҳии ман барои мардум ҳамеша садсолаҳо мемонад ва бештар фикр мекунад ки чун аз паси худаш фарзандаш мешавад ва фикр мекунад ки коре анҷом медиҳад ки фарзанди ман номи ман сиёҳ намешавад. ман дар инҷа мебахшед шумо суханон адо накунед. як масалан як ҳамин як худкомии дигар дар вақти подшоҳӣ будааст. вақте барои мардум аз ин лаби дайро то ин лаби дайрои гузаштана як масалан қайиқ сохта будааст. як қайиқе ки масалан мардум мегузарондааст ва ҳамун нархаш як танга будааст. ҳар касе ки барои ҳамин қайиқ мешинаду масалан он тарафи соҳилро мегузарад як танга медодааст ва хеле барои мардум вазминӣ будааст. як танга хеле пули калон, вале ҳама масалан ҳамун подшоҳ масалан баъд медидааст, мегуфтааст ки охи ин қадар зулм, ин қадар масалан ноадолатӣ, охи ҳамина масалан камтар арзон кунад ки мардум бештар истифода барад ва ҳамин сам худашам мешундааст ва барои фарзандаш мегуфтааст ки ту баъд аз ки писари ман мебиёӣ ҳамин як коре анҷом дем ки ҳамин коре ки ман мекунам барои мардум як масалан як ночиз як амри чӣ шавад, як оддӣ шавад ва мана таъриф кунад. бале баъд омад аст гуфтааст ки масалан як қайиқа масалан наша 2 танга бардоштааст ва мардум чӣ гуфтааст? мардум гуфтааст ки бад падарат фалон, он падарат беҳтар аз ту буд. гуфта падарат таъриф мекардааст. эмомали раҳмон аз ту беҳтар буд. бале ҳола масалан инам ки масалан эмомали раҳмонов бо тамоми зӯрӣ бо тамоми вуҷудаш кӯшиш карда истодааст ки масалан фарзандаш сари қудрат биёяд, яъне ҷои худаш ва шояд масалан ҳамин гуна як шарте монда бошад ки масалан як коре анҷом медиҳӣ ки ин тамоми ҷиноятҳои ман барои назари мардум як оддӣ намояд, сабук намояд. ин таҳлилтон хуб аст, лекин воқеан яъне ту рӯзи мардумро сиёҳтар кунӣ то сиёҳиҳои ман оварда рӯшантар намоён шавад. ако Илҳомҷон, ина бинед ки ҳоло шумо вақти суҳбат кардед, як савол дар зеҳнам омад. яъне шумо аз рӯи гуфти шумо эмомали раҳмон ва пропагандаш, яъне мубаллиғонаш ки дар дохил ҳастанд, таблиғ мекунанд, телевизиону дигар сафинаву ҳама якҷоягӣ ки эмомали раҳмона мисол мегирем дар мисоли имрӯза сафараш ба Фаронсаро нишон метиҳанд, мегӯянд ки мана эмомали раҳмон барои ҳимояи ях ҳаракат мекунад, барои тозагии уқёнус ҳаракат мекунад. яъне як инсони бисёр наҷибу бисёр як инсони фарехта ҳастааст ки хеле воқеан инсон кам ёфт мешавад. аммо мардум бехабар аз онанд ки дар зиндонҳо одамони бегуноҳ зиндонӣ ҳастанд ва дар зиндон онҳо ба қатл расонда мешаванд, мемуранд дар зиндон. ва ин нуқтаро ман шумо бояд баромада гӯем ва дигар тамошобинон ва дигар нафароне ки метавонанд дар эфир гӯянд, онҳо бояд баромада гӯянд ки ин ҷиноятҳои эмомали раҳмон фаромӯш нашавад. дуруст? бале 100%. яъне мо барои мо воқеан шумо як ҳарфи дуруст ҳам дар аввали барноматон гуфтед ки мо ба ҳамин сиёсат, ба ҳамин ҷиноятҳо, барои ҳамин низоми худкомагӣ масалан мухолиф ҳастем. барои шахсияти эмоми раҳмонов, шахсияти он нафароне ки имрӯз дар раҳбарияти масалан ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст, мо ба он шахсияташон кор надорем. мо ба сиёсатҳои нодуруст, ғайри одилона кор фармудан, ҷиноятҳое ки масалан сари мардум мебарад, мардумро дар тарсу зулму террор масалан гирифтор кардааст, мо мухолифин ҳастем ва барои ҳамин мо вазифаи мо ва шумо тамоми ҷанбаҳои ҷинояте ки режими Раҳмонов анҷом медиҳад, зулму терроре ки имрӯз карда истодааст, мо инро масалан барои мардум намоиш диҳем, мо инро бояд бигӯем ва алҳамдулиллоҳ ин нафарҳое ки мегуфтӣ ки хеле зиёд ҳастанд ва ғайр аз мо имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳам аз ҷиноятҳои эмоми Раҳмонов мегӯяд. имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳам аз ҷиноятҳо, аз ҳуқуқпоймолкунии масалан эмоми Раҳмонов мегӯяд. имрӯз бубинед ки мо мухолифони тоҷик ҳатто ин ҷиноятҳои ҳамашро масалан ҳуҷҷатнигорӣ кардем ва ин ҳуҷҷатнигории расмиро ба додгоҳи байналмилалии масалан Гага спордем ва онҳо ҳам инро қабул кард. ва вақте ки вакилҳое ки ҳамин корро анҷом медод, вақте ки ин ҷиноятҳоро дид, аслан масалан тасаввур намекард ки дар Тоҷикистон чунин ҷиноятҳо ҳаст. вақте ки ин фактҳоро дид, вақте ин далелҳоро дид ва худашон гуфтанд ки бо ин далелҳо, бо ин фактҳо мешавад эмоми Раҳмоновро ба суди байналмилалӣ спорид ва арест ё масалан боздошти масалан эмоми Раҳмоновро аз ин даъват аз ин додгоҳи байналмилалӣ
تقاضا خواهد کرد و باور دارد که همین کار انجام میشود و یعنی این وظیفه من شما است که این جنایت ها رو بگویم. وظیفه وای اون است که 24 ساعت خودش را تبلیغ کند، چون اون خیلی مثلا و امکانیت زیاد دارد، ولی انشالله خواهیم نخواهیم چون تاریخ خودش اثبات است که خودکامه ها هر چند هزار کاری خوب کرده باشد همون جنایتاش است که اون خوبیاش میرود، ولی جنایتاش هزار ساله ها در نظر مردم در کتاب ها نوشته خواهد شد. ظلم هیچگاه سفید کرده نمی شود، ظلم هیچگاه مثلا سفیدی نمی برد، برای به خاطر همین این ظلم و استبداد در تاریخ هزار ساله ها خواهد ماند. اکو الهام جان اینا ببینید که پیش از همین حالا ببینید برادر ما اصلان گلابوف که در زندان به شهادت رسید، پیش از این هم چند نفر از زندانیان سیاسی عیناً با همین درد گوییم با درد یعنی جراحت معده از روی یعنی معلومات رسمی میگن که اینا از روی جراحت معده وفات کردن. ایرو پیش از این ما خبر داریم که من قل محمد پلایف چنین شد از زندانیان سیاسی حزب نسلی اسلامی ترکستان، جلال الدین محمود، داملو فیض محمد و دیگر نفرانی که شاید ما بعضیشون رو نامشون رو نمیدانیم. شما لطفا میگفتید که چرا عیناً با همون نفرانی که دست درازی میکنن یا که به قتل میرسونن که یا آنها در یک از راهبران ارشد حزب و حرکت ها بودن یا که از فعالان جامعه شهروندی بودن، آنها خیلی که گفتید در زندان دیگر آزادی محرومن اما باز در همان جا هم زیر ظلم قرار دارن. چرا چنین کار میکنند حکومت؟ و مثلا این مسئله سیاسی است، واقعا یگان مسئله حقوقی، یگان مسئله مثلا واقعا آنها جنایت کرده باشند که در نزد قانون، در نزد دولت، در نزد حکومت، در نزد ملت و مردم جوابگر باشند. واقعا یک مسئله سیاسی است و تمام مثلا مردم و ملت تاجیک باید بداند که همین شخصیت هایی که شما نامبر کردید، این مثلا ما تقریبا بیش از 1000 نفر زندانیان سیاسی داریم که به خاطر اندیشه، به خاطر فکر، به خاطر متفکری، به خاطر پیشرفت همین کشور، به خاطر حمایت از حقوق انسان اینها زندان شدند. نهضت اسلامی تاجیکستان که واقعا خیلی زیاد از این برادران ما و خواهران ما در این زندان هستند و مناسبت با آنها در زندان تماما دیگر است. مناسبت با یک واقعا یک جنایتکار، دزد، غارتگر، راهزن، مثلا نمیدونم آدمکش، قاتل، واقعا مناسبت دیگر است. ولی مناسبت با تعداد آنهایی که ما زندانیان سیاسی میدونیم به خاطر افکار، به خاطر اندیشه، به خاطر فکر تازه مثلا محبوس شده است و با آنها مناسبت تماما دیگر است. شکنجه است واقعا در زندان تاجیکستان. اینا مثلا هیچ کس مثلا انکار کرده نمیتونند. آنهایی که از زندان آزاد شدند و آنهایی که از زندان آزاد شدند و همچون محبوس سیاسی نبودند، مثل یک دوست بود، یک راهزن بود، مثلا عفو شد برآمد، آنها حتی تصدیق میکنند که در زندان نسبت به همین نفرها چگونه شکنجه است و مناسبت بیرحمانه است. غیر از مناسبت بیرحمانه، حتی آنهایی که بیمار میشن واقعا شما رو هم شکنجه کند، مناسبت بیرحمانه انجام دهد، با خانوادتان اجازه نباشد که شما صحبت کنید، یعنی سرکوبی روحی روانی انجام داده شود. شما همین زندانیایی که با زندان شده است، یک عمری حکم ابد گرفته است، زندان شده است، با آنها مثلا در 6 ماه همگی 30 دقیقه مثلا اجازه داده می شود که با خانواده‌اش تنها صحبت کند از پشت آینه، از پشت تیرزه. یعنی ببینید که چگونه مثلا همین مناسبت هست، چگونه مثلا سرکوبی روحی روانی انجام داده می شود. و وقتی که اینها بیمار می شود، کسل می شود، خواهید نخواهید مثلا یک انسان مثلا آهن نیست، انسان پرودی نیست، انسان کسل می شود و خیلی مثلا کسلی به این کسلی‌های سخت دچار می شود. حتی وقتی که کسل می شود چیکار میکنن؟ رد کردن یاری طبی. یعنی وقتی که یاری طبی در وقتش انجام داده شود، همین هم برای آنها ممکن نیست است، یا مثلا از وقتش میگذراند، محروم میکنن از همین کمک هم، از همین حقوق. یعنی که محروم کردنشان در همین حالتی که مثلا اون یک
حالت به وجود میاد که تماما مثلا الان افسرده شده است، تماما بیمارش بله از بیماری گذشته رفته است. بعد مثلا شاید که مثلا یاری طبی رو دعوت کنند و بعد مثلا طبیب آنها رو ببیند، ولی در وقتی که ضرورت دارد، در وقتی که نیاز دارد که در اول بیماری باید که مثلا یاری طبی رسانده شود، همین کارو انجام نمیدهد. ولی چه که گفتم واقعا همین کمپلکسی که گفته شده برای مثلا بله یک زندانی سیاسی انجام داده می شود که واقعا خیلی این مثلا ناانصافی است. نمیدونم این ناانصافی شاید یک کلمه آسان‌تر باشد، بالاتر از یک ناانصافی است، نامردی است، نوجوانمردی است که مثلا غیر نسبت مثلا عمل غیر شهروندی خودت انسانی. که بله نسبت یک شهروندی خودت که تنها با مناسبت سیاسی اینها رو مثلا شکنجه و بیرحمانه مناسبت بکنی. حالا من چندین آقای نفرای نام رومیان نسبش شما اطلاع دید که چندین نفرایی که من میخوام نام نسبشون بگم که در همین دو سه سال اخیر واقعا بله جام شهادت داشتن در زندان. بله حالا بله آقای رومیان حالا آخر برنامه ما 5 دقیقه دیگر وقت مونده است. حالا میخوایم یک سوال کنم. ما میدونیم که رسانه‌های داخلی، رسانه‌هایی که داخلی عموما در این باره گپ نمیزنند. اونها گویا که کارن، کورن، گونگن، حرف در این باره نمیگویند. تنها این خبر رو نزدیکان یا با بیرون میبرند و رسانه‌های بیرونه یا شخصیت‌های فعال مثل انوار سرکاروی که درباره همین اصلا گلوب خبر دادن، مثل این خیلی آدمان فدایی گویم ده، واقعا فدایی همین خواهر انوار سرکار رو واقعا من حرمت میکنم. یعنی اونها فدایی هستند، روزنامه‌نگاری که بر همین رسالت خودش دویم همین صادقانه خدمت میکنند و خبر رو بیرون میبرد. واقعا این کار یک قهرمانی رو میخواد. من سوال من دیگر جا است. ما از روی برنامه هایی که همین نسته شبریم از رادیو آزادی است یا دیگر میبینم، یک زندانی سیاسی اگر فرضاً در ازبکستان یا قرقیزستان یا در دیگر کشور در زمان گذشته باشد وفات کرده باشد، رسانه ها تکرار به تکرار آن رو میگویند، تکرار به تکرار میگویند که در زندان مثال این کشور فلان زندانی سیاسی فلان سال 5 سال پیش 4 سال پیش وفات کرده بود، یعنی سببهایش رو هم میارند. اما این تنها یک دانه باشد اون رو تکرار کردن میگیرند. یعنی هر یک موضوع که آمد، موضوع زندان یا موضوع زندانی سیاسی، همون خبر رو میارن. اما در تاجیکستان در یک سال کمش 2 تا 3 تا زندانی سیاسی میمورد. نه تنها اون که در بله زندان بیمار است یا زندانی هست، هزارها آدم شما گفتید هزارها، این در یک سال کمش 2 تا 3 تا میمورد به شهادت میرسد در زندان. اما رسانه ها از این چیز کم میگویند. چی رسانه های بله خارجی باشد، چه رسانه های مستقل باشد، چه رسانه خیر رسانه داخلی را میتوان گفت که وای اینا لله، لیکن چرا در رسانه های خارجی نسبت به حال و وضع زندانیان سیاسی تاجیک اهمیت کم داده می شود؟ چرا؟ بله واقعا ببینید که فقط یک آمار رسمی رو به اینجا بگویم بعد به سوال شما برمیگردم. تنها سال 2022 یعنی 3 سال پیش همین حکومت جمهوری تاجیکستان نمیدونم با کدام سبب یک آمار رسمی مثلا در سایت های خودی رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان دیدم وقتی که همین کار رو پیگیری میکردم، در یک سال 61 نفر از زندانی‌ها مثلا هفتید است. در اونجا هم زندانی‌های آها سیاسی هست، هم زندانی‌های دیگر. در یک سال 61 نفر، این آمار رسمی است. با اینا مثلا شاید رنده کرده باشند، شاید مثلا کمتر کرده باشند، ولی از این خلاصه کرده می شود که در حکومت جمهوری تاجیکستان، در تاجیکستان ما و شما کشور شما، در زندان‌ها در یک سال نه کم از 60-70 نفر در یک سال فوت میکنند. هر ماه 5 و نفری. بله نگاه کنید هر ماه 5-6 نفر. شما حالا گفتید که مثلا در یک سال 3 نفر یا 4 نفر زندانیای سیاسی، واقعا درست است، ولی در عموم در یک سال زیاده از 60-70 نفر فوت میکنند. با وقتی که آنها رو میبینید که با کدام سبب مثلا فوتیده است، با بیشترش در همون خون جاری شدن از معده، فشار بلند شدن یا با سختی قلب. یعنی دیده می شود که واقعا این شهادت از آن میدهد که در زندان های جمهوری تاجیکستان شرایط خیلی طاقت فرسا
یعنی که مثلا طاقت مثلا مردم در اونجا نیست است، به خاطر اونکه خیلی ما خبرهای میدونیم که در یک مثلا اتاق که همگی برای 6 نفر جای داده میشه، در اونجا 12 13 نفر از معیار خیلی زیاد مثلا مردم رو در اونجا جای میکنن و زندانهای تاجیکستان مال از مردم شده است و به خاطر همین میبینیم که فوت در زندانها خیلی زیاد است و بالای این خود مناسبت های بیرحمانه نسبت به رسانه ها چرا خاموشن؟ رسانه ها چرا بله خاموشن؟ بله حالا نگاه کنید که وقتی که مثلا یک شرایط مثلا در تاجیکستان به وجود آمده است که واقعا من میگم که همین جنایت های وزنی که در تاجیکستان انجام می شود با یک مثلا امر معمولی و یک چیز عادی تبدیل یافته است. حالا همین ژورنالیست ها و سازمان هایی که در داخل تاجیکستان است و یا غیر تاجیکستان است، وقتی که درباره تاجیکستان میگوید که همین قدر مثلا حادثه ها و جنایت ها فراوان است که مثلا از گفتن آنها، از نوشتن آنها مثلا شاید که مثلا یک فرصت نمیرسد که مثلا همیشه کند. حالا خود ژورنالیست ها هم خود همون ژورنالیست هایی که شما میگویید واقعا مثلا میبینیم که آنها کمتر مینویسند، ولی باز در برابر این دیگر جنایت هایی که مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت مثلا حقوق انسان انجام میدهد مینویسند، ولی این باز هم این سبب یا همین مناسبت با خود ما هم برمیگردد که این مثلا وظیفه ما و شما است که مخالفان تاجیک است که بهتر درباره همین زندانیان سیاسی انجام دهد و خوشبختانه در مخالفان یک سازمان به نام کمیته نجات یا کمیته شهروندی زندانیان سیاسی و نجات گرمگانها هست که الحمدلله همیشه مثلا درباره زندانیان میگویند و مینویسند و این مناسبت ها و یا جنایت هایی که نسبت این زندانیان انجام میدهد گفته میشود و این خوشبختانه این چیز هست است، ولی این هم برای ما و شما کافی نیست است و ما کوشش کنیم که بیشتر بگوییم. از گفتن سازمان های غیر دولتی یا گفتن ژورنالیست ها من فکر میکنم که ما خودمو با همین حرفای عادی خودمو با همین نظرهای فکرهای خودمو اگر ما بیشتر بگوییم به یک نتیجه میرسیم. نگاه کنید که در 2-3 سال اخیر نگاه کنید چندین نفر مثلا فوت دیدن، از جلالالدین محمود، محمد علی فیض محمد، مثلا قاری عبدالستار بابایف از ولایت سوخت اصفهان، قیام الدین غازی، اصلا علی گفته شما گلابوف، قل محمد پالایف، عبدالستار کریموف که با تخلص مخدوم عبدالستار شناخته میتود، قربان معنانوف که واقعا هم مهمنای وقتی که کیسای اینها یا پرونده اینها رو برای دادگاه آماده میکردیم، ببینید که همینها تقریبا با یک سبب، با یک بیماری، با همین جاری شدن خون از معده یا گشاده شدن معده اینها فوتیدن و سبب اساسی هم همین نیست است. سبب اساسی واقعا شکنجه، زوراوری و مناسبت بیرحمانه به همین زندانی‌ها هست، ولی در حکومت جمهوری تاجیکستان یک فرمول رو همین یافتن و فکر میکنند که همین مناسبت یا همین مثلا بیماری برای هر احتمال مناسب است. شاید همین اینا میگن که اکسپرتیز نیست، یگان مثلا در اونجا تفتیش نیست و هر چیزی که میخوان مینویسن، اما این وظیفه ما و شما است که همیشه درباره این نفرها بگوییم. حالا با این نفرهایی که گفتیم خیلی زیاد هستن و چند نفر حالا در یاد هم نیست، ولی حالا شما باید چند دقیقه دیگه فرصت دهید و انشاءالله ما و شما و مخالفان همیشه باید درباره زندانی‌های سیاسی، درباره شهیدانی که در همین زندان فوتیدن، ما باید همیشه از نام اینها و از حالت اینها و شهادت رسیدن اینها باید بگویم. خیلی که شما گفتید 10 سال بگذاردم، 5 سال بگذاردم، باید ما اینها رو یاد کنیم و برای مردم برسونیم. زنده و سلامت باشد اکای الهام جان. میدونم شما خیلی برای همین معین کردن افراد و شماره و دیگر کیسای این نفرها، یعنی پرونده این زندانیان سیاسی تاجیک خیلی زحمت ها میکشید. اینجا از کمیته شهروندی نجات گرمگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان نام گرفتید. واقعا این کمیته خیلی خدمت ها میکند برای ملت ما. دستی هر یک این دستاندارکاران و علل خصوص رئیس این کمیته با ایشان بابای عبدالستار در نکند، واقعا خدمت میکنند
و حالا من باور دارم که یک روز دیگر ما یک برنامه مخصوص در این موضوع خواهیم کرد و ایشان را نیز دعوت میکنیم در صحبت. این وقت ساعت مناسب باشد و این برای امروزه صحبتتان آقای الهام جان از شما منتظرم. میدانم که حدود ساعت 7 شما کاری داشتید، حالا از 7 ساعت گذشت چند دقیقه و هر حال شما خودتان موضوع دوام دادید، صحبت دوام دادید. این یعنی معنای آن را دارد که شما این موضوع خیلی مهم میدانید از آن کارهای دیگر. خداوند برای شما اجر دهد و شما و خانواده شما خداوند فیض و برکت کند. رحمت آقا جان. سلامت باشید. خوب زنده باشید. همین بود دوستان عزیز، اون موضوعی که می‌خواستیم امروز صحبت کنیم. البته موضوع‌ها گوناگونند اما در عموم به یکدیگر پیوسته هستند. یعنی یکمش معنای آن رو داشت که این سفر امام علی رحمان اگر برای شما در تلویزیون ها نشان می‌دهد که او یک انسان نجیب است و فریخته است و مثال انسان کار خوب می‌کند در غم طبیعت و اقلیم است، که این هم یک دروغ است، چون که در داخل تویستان ما کار رو دیده شدیم، وضعیت دیگر خیلی است، گپ دیگر است و کار دیگر است. اما در برابر این وظیفه ما بود که ما برای شما رسانیم که نه همه چیز در این حکومت قابل قبول است و نه همه چیز درست به راه مانده است. علال خصوص قتل زندانیان در زندان که به واسطه آنها در دست حکومت امانتند. این زندانیان اگرچه فرق ندارد او بیگناه بگناه در زندان است، او در دست حکومت امانت است و حکومتدار او را باید با گذشت مهلتش به آزادی برآورد یا که در همان جا نگاهبینش را از روی قانون و قاعده به راه ماند. اما میبینیم که حکومت در این جاده هم به امانتش خیانت میکند و در همین جاده هم بالای اما نفرهایی که یک فعالند، یک سیاسی اند، بالای آنها ظلم میکند و خواهیم نخواهیم این موضوع رو ما باید گوییم. تکرار به تکرار باید گفته استیم که حکومت چنین جنایت ها میکند و زندانیان رو در زندان میکشد. اینو ما باید هر روز تکرار کنیم تا که مردم و دیگر ملت داند که حکومت در داخل با چی کارها مشغول است. همین از دوستان عزیز، برنامه که امروز ما بر راه ماندیم از وقتش کمتر گذشت، از کارمندان تکنیکی معذرت میپرسیم، اما به هر حال با گفتنیم که دستان در نکند که خدمت میکنید برای مردم و ملت. و دوستان عزیز، در آخر یک چند جمله همین هم است که کسی که داند که در زندان کدام نفری هستد که درباره آن یگان نفر دیگر حرف و کلام نمیگوید، معلوماتش نیست است در رسانه ها. البته رسانید خوب اما خوب به کمیته شهروندی نژادی گروگانان راهش را پیدا میکنید. مقصد نام انسان گم نشود. انسان در زندان است، او از خودش معلومات داده نمیتواند که من در زندانم، اما نزدیکانش میدانند، دوستانش میدانند، دیگر او خانوادهش میداند که همو فلانی بیگناه در زندان است اما در هیچ جا نامش گرفته نمیشود. به چه خاطر میگم؟ نه به آن خاطر که مثال همین روز نامش رو گرفتیم فردا او را آزاد میکنند، نه، خدا کند که آزاد شود، اما با اون کار که همون نفر بیگناه در زندان شدنش را من و شما حداقل باید دانیم. ملت باید داند که فلان عضو همین ملت در زندان بیگناه شده است. این وظیفه نزدیکان و خانواده و دوستان و برادران همون زندانیان است که باید افشا کنند. این وظیفه شان است، مسئولیتشان است. این را پنهان کرده نمی شود و در این راه خداوند به همین ما و شما کمک کند تا و در آخر از خداوند میخواهیم که هر چه زودتر این نظام خودکامو، این نظام قاتل را از سر ملت ما، از سر دولت ما دور کند و همین زندانیان سیاسی ما که در زندان ها هستند و همین آدمایی که بیگناه در زندان هستند خداوند آنها را به آزادی رساند و علل خصوص ملت عزیز ما نیست به یک آزادی واقعی، همچون یک کشور، همچون یک ملت برای یک آزادی میسر گردد و خداوند این را برای ما نصیب گرداند. باقی خداوند نگهبانتان. السلام علیکم و رحمت الله.